یعنی دوستای امروز آمدم پیش یک از این برای مسلکی دیگه که دوستای ما خانم خان است که در مورد این مهارت بسیار خوب داره. آمدیم پیش از یک مصاحبه میگیریم درباره این پرسان میکنیم که در کدام مرحله رسانده و این چه مرحله را داره و چی چیزا برای بریدن انگوزه نیاز است. سلام علیکم خانم خان جور هستی؟ علیکم السلام، مانده نباشین. خوب هستین؟ خیریتی طرف شما رو می خدا کنه جور و صحت باشین. این برادر قند نمین است که بریش اول خاک پاک است، از سرپاکی بعد که آمدیم داغ کده میریم و سرش پاک میکنیم، خاک داغ کده میریم، بعد از داغ دوباره کارتن سرش اشته برادر دوباره مرحله دومش که رسیدیم. این بلاو کار است و سنگ کار است، بلاو دستکاله. بعد از اینم تو بخیر دیگه بریدن میریم. این شما اگر برای دوستا نشان هم میتونین ما در خدمت هستیم که بخیر این تو بریش میشه. این مرحله بعد از داغ است، یعنی بریش اول است. بریش اول است برادر خان. اینه هم دیسکاله و هم بلای تان. این بلای ماست، این دیسکاله ماست که اینه بخیر نمیتون بریش که رفتن میگیریم ان شاء الله با امید خدا صاحب. این کار ما دیگه این همینطور میشه بخیر. و دیگه اینا به خاطر انگوزه جمع کردن اینجا چیزای دیگه هم لازم است، نه جمع گرگ و قطیگک. بله شیرچینه گفتن یک چیزی داره. خب این دوست دیگه ما که جمع میکنه این شیره. مسلکی است ولی این تو کارش بالاخره مسلکی است دیگه. تو مسلکی نباشی سخته که هر نفر کار هر نفر نیست. هر نفر نمیتونه. این ولی خودی ما 25 سال تقریبا شاید بالاتر از این کارم همین باشه. اینی بچه‌ها را که هستن بعضیاش تازه کار است، بعضیاش ولی هنوزم بلد نشده ساز کاری درست کاری که مثل خود ما کار میکنم اینا هنوزم تو بلد نشده به حدی. اینا تازه کار است دیگه. خودت اینجا هستی؟ بله. امروز اینا کار میکنی تا یا مهارت یاد بگیره دیگه. بله اینم تو گپ است که ان شاء الله ما که اصلا مسلک ما همینه که تو کار ما همین دیگه فقط کار ما همین است. اونو اینه بچه جان اینجا کم شیر برام گشت دوباره مثلا یعنی داغ بوده که یک ذره شیر جمع شده ایرا دوست ما جمع میکنه ایرا بازی خان که از خودش یک آدم مسلکی است بریش خودش میکنه که بچه یاد بگیره. سری راو که نمیره ولی کسی میبره بعضی سر دستکالش نمیتونه مثلا بیچینه و تیز زیاد بکنه. آفرین. با سر راو کبوت کرد وقتی که بریش کرد به که سفید استاد شده کبوت شده استاد میشه. اونو کبوت که کرد و شیر استاد نمیکنه سر خود شیر بر نمیبره. خب یکی سر راو سفید شده استاد شد باز معلوم داره که شیر بر میشه. اگر سر راو کبوت شده رفتن گرفت از پیش انگوزه بر دیگه او باز شیر بر نمیکنه خراب میشه دیگه. آره این دستکالتون باز یخچین هم میکنین میچینین نه تیز میکنین؟ بله آلغا و سندان چیزا لازم داره. سنگان کار داره دیگه. بله این روز چند دفعه را میچینین مثلا چکش سندان؟ 2 دفعه در هر روزی ما 2 دفعه میچینیم دستگاه خدا. یعنی یک چند تا روا که بریش کردیم 20 تا بریش کردیم پس بلاو میکنیم که هم بلاو که نشد دیگه باز از موی تیش رفتن نگرفتیم حتما باز کارش. این برنده تو که از خانم خان آینش چی است؟ آینش سوهان است. سوهان است ها؟ بله یعنی نام خدا برنده دوستا میبینین که یا سوهان است بسیار خوبیش. این سنگش که سنگ فراس. این هم سنگ فراس ها. بله. بلاو که مناسب دی برنده است که را تیز میکنه. نمی اصلا فقط دستگاهی ما از موی شرط است تا تیش رفتن میگیره که موی بونی. آفرین. دیگه رفتن میگیره با امید خدا صحیح. ولی خب هر کس هر رقم میگه که اینا معصوم تا که مهارتش معلوم نشه معلوم نیست که اول کی از دوم کی است بعد مهارت خود نشون داده. بله. بعد بگه که اینا ولی ما هستم. این ولی ماشاءالله ببینید. ببینید که من بریش کردم سر راو ماشاءالله چقدر سفید خوبش اساسی با امید خدا شیر برام در است درسته؟ اینی است. اول خدا دیگه نام بریش اول است دیگه. بعد از داغ این بریش اول است که بخیر. ما دیگه با امید خدا برنده گذر رفته هستیم. اینا رو بریش کده بچه جان. خب سلامت و با عزت باش خانم خان. جور و صحت باشه. خدا کنه که شما هم جور و موفق ان شاء الله همیشه سر حال تندرست باشین. یعنی این ویدیو رو من نشر میکنم برای دوستا که دیگران ببینه کسایی که یاد نداره این مهارت مسلک یاد بگیره. آفرین. بسیار مردم هست که دنبال از است دیره. بله حتما میگرده دنبالش که یاد بگیریم. اینا ما ایره همین تصویری بسیار خوبیش برای دوستان نشر میکنیم. با خیر باش خانم خان. جور موفق باشین. خدا کنه که
همیشه سر حال هم تندرست باشین با میری لای.